هر کسی که میخواهد در تاجیکستان بی‌ثباتی آورد پیش از همه راه گریز خود را آماده کرده است. در خارج جا و مکان ساخته است تا خود و فرزندانش در امنیت و آسایش زندگی کنند. اما تاجیکستان وطن ماست، اینجا خانه ماست. سرنوشت ما با این سرزمین پیوند است. بله، کمبودی و نقصان ها هستند و ما آنها را میبینیم، درک میکنیم و احساس مینماییم. خاموشی ما از ناتوانی نیست، نه از بیخبری و نه از ترس، بلکه از تجربه تلخ تاریخ تاجیکستان است. ما دیدیم که چگونه سخنهای بی اندیشه و اغواهای بیگانگان مردم را به مقابل هم برانگیختند و نهایت ضرر را تنها مردم عادی تاجیکستان دید. امروز ما در آغاز راهیم، در آغاز دولتداری و آبادی حقیقی وطنمان هستیم. باید به جای پهن کردن اختلاف به ساختن آینده نگریم. زیرا اگر باز همان روزهای سنگین تکرار شوند، از همه بیشتر باز همان مردم عادی ضرر میبینند و آنهایی که اقوا میکنند در دوردست به تماشا خواهم بود. مثل که ما در سایت های اینترنتی میبینیم در رستوران ها و در باغ ها نشستند. آن روزها را باید آورد، روزهایی که در راه ها ترس حکم فرما بود و دلها پر از درد و نفرت می شدند. پس عاقل آن است که از گذشته عبرت می گیرد. زبانمان را از فتنه نگاه داریم و برای صلح، آرامی و آبادی وطن عزیز خود سهم بگذاریم. بگذار مردم با فرزندانشان در تنجی و آسایشتگی زندگی کنند و دیگر هیچگاه آن روزهای تلخ را نبینند.